نگرانی ها از نبود سردخانه های میاری در تخار. در حساب سردخانه ما محمد نصیر و محمد حسن دو تن از باغداران این ولایت میگویند حاصلات میوه امسال افزایش چشمگیری داشته است، اما به دلیل نبود سردخانه های میاری آنان محصولاتشان را به بهای کم به فروش میرسانند. یک سردخانه میاری ما ضرورت داریم. این سردخانه هایی که مثلا بنیاد آقاخان یا دفترها دیگه که در اینا جور میکنند، یک سردخانه بسیار معمولی است. این بسیار که نگاه شوه یک ماه دو ماه سه خراب نگاه نمیشه بالا. یک سردخانه مثلا دولت دما جور بکنه که حداقل 5 ماه 4 ماه سه جور شوه، با برق استاندارد جور شوه. حداقل دست مردم بگیره یک سردخانه جور شوه، دیگه شوه میاری شوه، مشکلات برق هم از برقی جور شوه. این نمیشه این سردخانه که مردم جور کرده اتاقایشون یک چهارسازی کرده او 3000 ور تلخ میکنه، از خردن نمیشه. دیگه توکل به خدا که دولت فعلی خدا کنه قوت و بازوش بده که این مشکلات مردم حل بکنه. از سوی هم عبدالقدیر نظری کلانتر میوه فروشان تخار میگوید نبود سردخانه سبب شده تا محصولات باغداری فاسد گردیده و یا به بهای ناچیز به فروش برسد. وی از نهادهای مسئول میخواهد تا در راستای اعمار سردخانه های معیاری توجه جدی نمایند. در دهقان بسیار ضربه است برای فعلا که یک سیب از سیر 50 با شروع تا 2 سربت سیب است. اگر این سیب اگر نگهداری شه و اگر سردخانه استاندارد باشه، لکه چون ما کمون سردخانه داریم، از جمهوری اسلامی خواهش میکنم نماینده میفروشه که یک استاندارد سردخانه استاندارد با جور شود دیگه. کارش همینطور معطل تا با این همه مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری تخار از ساخت سردخانه های جدید در این ولایت خبر می دهند. فریض الله فروتن، آمر امور زراعتی این اداره می گوید با اساس پیشنهاد آنان قرار است از سوی کشور چین یک سردخانه معیاری با ظرفیت 1500 متریک تن در این ولایت ساخته شود و با ساخت این سردخانه مشکلات زراعت پیشگان در حد مرفوع خواهد شد. قرار است که یک سردخانه معیاری با ظرفیت 1500 متریک تن یعنی 1500 متریک تن در سطح ولایت تخار در مرکز طالقان، البته در زمین دولتی ساخته شود که ارگاه سردخانه ساخته شود. مشکلات دیاقین از ناحیه نبود سردخانه در حدود 60 الی 70% مرفوع می شود با ساختن سردخانه. با گفته دهاقین تخار، سردخانه های موجود در این ولایت در کنار ظرفیت پایینشان با معیارات اساسی آن ساخته نشده و نیز نبود برق از جمله چالش‌هایی است که سردخانه ها نمی توانند به صورت درست محصولات آنان را نگهداری نمایند.